دوباره ازدواج کردن یک مرد باعث تضییق و فشارش گردیده میگویند طاقت نکرده خودکشی کرده است. در خونه ره ندادن زنم. پدر پیش کردن نکنم. زوجه سید محمد ابراهیموف ساکن 40 ساله ناحیه واسه بعد نش زدن زنبور فوتید. سید محمد بعد 8 ماه مرگ او خانم نو را به خانه آورد و این رفتار پدر را 4 فرزند نپسندیدند. پدرش تعیین کرده است فرزند تو کی را پرسیدی زن گرفتی؟ ایرسیا فرزندی که خون نیامی پدر او چخل کلام کرده به این روز رسونده است. او سوال بوده که تو کی را پرسیدی زن گرفتی؟ رجب علی برادر مرحوم سنتگر است و چنین سوالگزاری فرزند پیش پدر او را به حیرت آورده است. پدر وظیفه دور باشه پسر پرسیده بعد یک کار کردن مایل. آخران بار سید محمد ابراهیموف را زنده در جنازه عمه‌اش دیدند. جسد او را رجب علی برادرش در هضمخانه آویزان دید. گفتن که زن پسر بودی بعد راحت میتین تو تایمون نیستی گفتن ما نداریم گفت. مرجانه رحیم‌آور روزهای اول زندگی او زیر فشار ماندن شوهر سابقش را به یاد می‌آورد. به قول او روز اول پا گذاشتن به خانه شوهر دچار حمله‌های نامفهوم گردید. دختراش همونجا اومدن که نه یا نفرویا خونه ما بچهش دوید که اگر فرویا تورکشش میکنم ماشین میشکنم گفتم خیلی فرامد گفت که دوید اوتش همیشه آدم بسیار خشته بروش امکیوش همش هم خونه ده دوید که نکی دکترای گفت ایران نرست گفته گفت اما بسری امرای مرا دوید که قپیدنش بچه ها. معمولا در تاجیکستان مردها بعد از انجام مراسم عزاداری که تا 1 سال دوام می‌یابد به فکر بنیاد عائله نو می‌شوند. پدر و یا که مادر اگر بر محل پیش از همون مراسم های عزاداریشون اگر که خانه‌دار شوند در این حالت بسیار میشود که فرزندان مخالفت میکنند. عربی دوستمراد وقتی همسرش وفات کرد برای فرزندان یتیمش مادری نو آورد. بین عائله ما یگان نافهمی وجود ندارد. من همسرم 2 فرزند تولد کرد ماه 10 ماه اپریل ده. پسرم از مسکو برای اونها تحفه روی کرد. با وجود نفوذ پدر او به این نظر است پیش از آوردن زن نو مرد باید با فرزندانش مصلحت کند. میراث در بسیاری موارد فرزندان میشود شاید بله شاید از اون جهت که مثلا فرزندان میشند در مو بسیارتر همون میراث به فرزند خورده که میراث میگذارند از همین لحاظ هم بسیار مخالفت ها در دویم بار خانه‌دار شدن والدین محض از همین حساب دیده میشود. در تاجیکستان مسئله عائله‌دار شدن زن بعد مرگ شوهر حساس تر است. چون فرزندان هم نمیخواهند و از لحاظ دیگر خود مادران هم در همین مسئله بسیار نازکبینانه رفتار میکنند و خودداری میکنند. مرجانه رحیم‌آور 10 روز زندگی با شوهرش را لحظه‌های خوشی می‌داند. به نظر او اگر فرزندان سید محمد او را قبول می‌کردند از فشار روانی پدرشان دست می‌کشیدند می‌توانست برایشان مادر خوبی باشد.